این نورسان دایره‌دستان مکتب موسیقی بچگانه به نام بوی محمد نیازوفی شهری خوجند میباشند. آنها از نازکی‌های صنعتی از خود کرده‌شان نزد استادان و والدان و دیگر تماشابینان حساباتی ایجادی دادند. مکتب موسیقی بچگانه به نام بوی محمد نیازوف با تشکیل این چهاربینی از فعالیت سالانه مؤسسه حسابات داد. در کنسرت حساباتی خوانندگانی که در محفل گوناگون این مکتب صنعت تحصیل می‌کنند بخش‌های جالب را منظور مهمانان نمودند. در چهاربینی نمایندگان بخش فرهنگی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند، والدین خوانندگان و دیگر مهمانان شرکت ورزیده از استعداد تعلیم گیرندگان این مؤسسه برخوردار گشتند. در درآمدگاه تالار کاخ سردیانی شهر خوجند خوانندگان نمونه از محفل‌های هنرهای ملی مکتب صنعتی بچگانه را به نمایش گذاشتند. اطلاع داده شد که در این مکتب موسیقی بیش از 20 محفل‌های گوناگون عمل می‌کنند و خوانندگانش هم از اشتراکشان در آن قناعتمند هستند. امروز برای تعلیم علمی مکتب موسیقی بچگانه به نام بوی محمد نیازوف روزی خرسندی روزی عید است که هر ساله از روی نقشه تعلیمی مکتب‌های موسیقی کسب کنسرت حساباتی می‌سپارند. مکتب موسیقی بچگانه به نام بوی محمد نیازوفی شهر خوجند چنین کنسرت‌های حساباتی را همه ساله برگزار می‌کنند. دوام چند سال فعالیت صف تربیت گیرندگان این بارگاه صنعت و هنر زیاد شده و دستاوردهای خوب نیز نائل گردیده است. مسئولین هم تشکیل چنین چهاربینی را به نفع آموزگاران و خوانندگان مؤسسه وابسته می‌کنند، زیرا آنها با این وسیله تا جای سطح دانش گرفته‌شان را می‌سنجند و در آینده برای باز هم صیقل دادن استعدادشان کوشش می‌کنند. انسامبل‌های سازی، انسامبل‌های آمیخته سازی و مانند انسامبل سازهای ملی، انسامبل رباب نوازان، انسامبل دایره‌دستان، انسامبل اسکریپکا نوازان، انسامبل رباب نوازان، انسامبل صنفی رقص و اینچنین ارکستر سازهای ملی برآمد خود کردند. تشکیل و برگزار کنسرت حساباتی در همه مکتب‌های صنعتی بچگانه و رسومی شهر خوجند به حکم عنعنه درآمده است و آن همه ساله گذرانیده می‌شود. گزارش شهزاده ایوب و فرزانه شمسیه و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.